دیلم من فکر میکنم خیلی پر انرژی تر باشم نسبت به کسایی که این مدل ویدیو رو تولید کردن و گذاشتن. اخیراً که یوتیوب باز میکنی همه دارن راجع به این موضوع که امروز میخوام راجع به صحبت کنن، ولی فرق من با اونا اینه که دیگه من مثل اونا توضیح نمیدم چه اتفاقی افتاده که همچین اتفاقی افتاده، چون که ویدیو انقدر هست که توضیح دادن دلیل اینکه درآمدا چرا اومده پایین و آر پی ام اومده پایین و اینا که من فکر نمیکنم بخوام توضیح بدم دیگه. قطعاً اون ویدیو رو دیدید، فقط من میخوام یه توضیح کلی راجع به خودم، ولی برای اون دسته از کسایی که اطلاع ندارن یه توضیح مختصر و کوتاه میدم. یوتیوب از 9 دسامبر تصمیم گرفته که RPM کشورهایی که ممنوعن از جمله ایران رو بیاره پایین. RPM چیه؟ RPM مقدار درآمدیه که هر یوتیوبر برای 1000 بازدید یوتیوبش دریافت میکنه. 1000 بازدید شورت که ما شورت میذاشتیم یه مقداری بود و 1000 بازدید ویدیو بلندم یه مقداری بود، مثلا که بین 80 سنت تا $1 بود برای کسی که مثل من که ویدیو طنز تولید میکنم. حالا برای دسته ها و شاخه‌های متفاوت بیشتره، مثلا برای حوزه تکنولوژی، برای حوزه آموزش و اینا میره تا 7 $8 هم حتی میرسه، ولی برای حوزه سرگرمی مثل من کمتره. آره دیگه تصمیم گرفته کم کنه. دلیل های مختلفی هست که واقعا نمیخوام بازشون کنم، قطعا های دیگه وقتی ویدیوهاشو دیدید. و من صرفا میخوام بگم که من بین دوستان بوده که کسایی بودن که واقعا 80-90% درآمدشون ریخته، بودن کسایی که 20-30% از درآمدشون ریخته و بودن هم کسایی که نصف از درآمد یا 60%. من خودم جزو اون کسایی بودم که 50 الی 60% از درآمدم ریزش کرده. ولی اومدم امروز راجع به این صحبت کنم که الان یوتیوبی که باز میکنی همه پایان یوتیوب تموم شد، یعنی این آخر زمان شده، نمیدونم فلان شده. بچه‌ها الان این موجه که راه افتاده دارن همه راجع به یوتیوب صحبت میکنن، از جمله خودم که دارم الان راجعش دارم صحبت میکنم. حتی همین تامنیلی که من قطعاً یه جوری زدم که شما تصمیم بگیرید که بیاید رو ویدیو من کلیک کنید که بخواید این ویدیو رو نگاه کنید. خب الان این قضیه ترنده، یعنی همه، حتی کسی که بهش مربوط نیست این مدل چیزا، توضیح راجع به این مسائل یوتیوب اومده الان داره راجع به این قضايا توضیح میده. چرا؟ چون الان ترنده و شما میرید نگاه میکنید، رو ویدیو کلیک میکنید و باعث میشه که اون ویدیو بازدید بدید. از جمله خودم، چون صادقم میگم این کارو دارم میکنم، دارم هم میام اونها رو توضیح بدم که چرا این کارو میکنم، هم خودم میخوام از این قضیه یه بازدیدی بگیرم، چون صادقم میگم، چون بقیه بهتون نمیگم، مطمئن باشید. و چون خیلی تعداد این ویدیوها زیاد شده دیگه، داره میره به سمت اینکه دیگه خیلی دارن جو میدن، هی یک کلاغ 40 کلاغ میشه، هی یه چیزی بیشتر میذارن روش و یه جوری شده که کانال‌های خبری هم مثلا برداشت اشتباه کردن یا از قصد این کارو میکنن یا برداشت اشتباه کردن، دیگه اینجوری شده که درآمد یوتیوب کلا قطع شده. نه بچه‌ها، کلا قطع نشده، درآمد اومده پایین. همونجوری که گفتم 80% مثلا برای یه چنلی، 30% برای یه چنلی، 50% برای یه چنلی، واقعا متغیره. ممکنه برای یکی مثلا کم نشده باشه که فکر نمی‌کنم، بیشتر ایرانی‌ها کم شده، چون که شماها عزیزان رو تشخیص میده، مثلا مثل خودم یا شما عزیزان رو ایرانی بودنمون رو تشخیص میده، چون قبلا آی پی مثلا کشور مختلف با فیلتر شکن که استفاده می‌کردیم متوجه نمی‌شد، ولی الان متوجه میشه و تشخیصمون میده، کاریش هم نمیشه کرد. آره خواستم اینو بگم که الان چون جو رفته به این سمت که همه دارن راجع به این قضیه توضیح میدن، ویدیو میذارن، خیلی توجه نکنید، چون یه سری موقع واقعا دیگه خیلی جو میدن و خیلی چیز میکنن. درآمد کامل قطع نشده، چرا کم شده، ولی اونقدری که میگم قطع نشده و فاجعه نیست. نمیدونم شاید بره جلو و آروم آروم این درصد بیشتر شما رو تشخیص بده و برسه به 80-90% برای همه چنل‌ها و کلا قطع بشه. ولی الان که میگن عنوان میزنن که یوتیوب پایان یوتیوب تموم شد و فلان، درآمدزایی‌ها کلا قطع شد، نه نیست الان فعلا، ولی ممکنه تا چند ماه آینده درست بشه، ممکن هم هست درست نشه و واقعا پایان یوتیوب اتفاق بیفته، ولی الان همچین خبری نیست فعلا. خب از این مسائل میایم بیرون، میخوام راجع به خودم صحبت کنم. من 5 سالی که شاید هم 6 سالی که در فضای مجازی دارم فعالیت میکنم، چند سالی در اینستاگرام، چند سالی در یوتیوب. یه مدت ویدیوهام وایرال شد، یه مدت اصلا نبودم، پیج اینستاگرامم از دسترس خارج شد، خودم ول کردم، یه مدتی دیده نمی‌شدم، یه مدتی نزدیک 1 سال تازه دیده شدم، شروع شده به دیده شدن توی اینستاگرام. اول 6 ماه دوباره شروع کردم توی یوتیوب، قبلا فعالیت می‌کردم ولی ویدیوام دیده نمی‌شد. 6 ماهی که تازه فعالیت کردم توی یوتیوب و تازه بین شماها دیده شدم. و من توی این 6 سالی که فعالیت می‌کردم، 5 سال و نیمش عملاً من هیچ درآمدی از اینستاگرام نداشتم، هیچ درآمدی از یوتیوب نداشتم، هیچ درآمدی از فضای مجازی نداشتم و کاملا دلی و جوری که دوست داشتم فعالیت می‌کردم. دوست داشتم، علاقه داشتم به حرفه بازیگری، به
اکت کردن، به ویدیو ساختن، به همه اینا علاقه داشتم که داشتم انجام میدادم. درسته؟ و از یه جای به بعد که من چنلم تو یوتیوب گرفت و اوکی شد، دیدم یه شرایطی، یه بستریه که من بتونم از این قضیه درآمدزایی هم انجام بدم. چون من تمام وقتم دارم میذارم برای ویدیو ساختن، یعنی سر کار نمیتونم برم، چون کاملا این مدل ویدیو ساختن این میشه یه کار دیگه، یعنی ویدیو ساختن، ادیت، آپلود، نمیدونم ضبط ویدیو، گیریم کردن، اینا همه زمان بره، تایم بره و ما دائما سرمون تو گوشیه. فکر نکنید مثلا کسی که سرش تو گوشه داره لذت میبره. من این سری موقع واقعا حالم از گوشی به هم میخوره و میگم کاش چه غلطی دارم میکنم. دلم میخواد واقعا از فضای خونه مثلا لذت ببرم، با خانواده صحبت کنم، برم بیرون گوشی دستم نباشه. شاید باورتون نشه من میرم بیرون گوشیمو میذارم تو جیبم و تا کسی مثلا زنگ نزنه برنمی‌دارم نگاه کنم، در صورتی که تو خیابون میرم همه سراشون تو گوشیه و اونجاست که من میفهمم خیلی سر تو گوشی بودنم واقعا جالب نیست. اینا رو گفتم به این برسم که اوکی، من میرم کامنت های یه سری ویدیوها رو نگاه میکنم، یه سری از عزیزان اینجوری که خدا رو شکر که درآمداتون قطع شد، شما پول مفت میگرفتین، آره نمیدونم فلان، ایشالله دیگه درآمداتون برنگرده. دوست عزیز چرا؟ اولا درآمد یوتیوبر رو قطع بشه، پولی به جیب تو عزیز اضافه میشه؟ یا اگه اون بدبخت بشه تو خوشبخت میشی؟ به خدا خوب بخواید برای بقیه، برای آدما خوب بخواید، به خدا بهترینش بهتون برمیگرده. و اینکه اینجوری رفتار میکنن یه سری عزیزان رو دارم میگم، شما رو نمیگم، واقعا قشنگ نیست. و به این فکر کنید که اون من مثلا شخص من 6 سالی که تایمم گذاشتم برای ویدیو عشقم بوده، نمیخوام منتی سر کسی نیست، ولی خب بالاخره ما تایممون رو میذاریم برای شما، تولید محتوا میکنیم، ما هم نیاز داریم، ما هم غذا میخوریم، ما هم بیرون میریم، ما هم مثلا نیاز داریم یه سری درآمدی داشته باشیم که زندگیمون رو بتونیم پیش ببریم توی وضعیت مملکت. و اینکه شما انتظار دارید ما ویدیو بسازیم و تایممون رو بذاریم و هیچ درآمدی از این قضیه نداشته باشیم، یه سری دست عزیزا رو میگم باز بد برداشت نشه، نمیفهممشون واقعا. مثلا شخص من 5 6 سالی که تایممو گذاشتم روی این قضیه، میتونستم مثلا روی حرفه یه چیزی تایممو بذارم که از اونجا درآمد داشته باشم. حالا نکردم، حالا دوست داشتم تو این حرفه پا بذارم و حرکت کنم، حالا درآمدی هم ازش داشته باشم. مگه جرمه؟ چرا یه جوری برخورد میکنه انگار ما متمایزیم با همه آدمای روی کره زمین که حالا برای خواسته تلاش میکنن و از اون قضیه درآمد دارن؟ خواهش میکنم این قضیه رو اینجوری بهش نگاه نکنید، به اینجوری نگاه کنید که ما داریم تولید محتوا میکنیم، ویدیو تنز میسازیم و عملا ما هم نیاز به پول داریم. و آره واقعا اینجوری برخورد کنید باشه. مسئله خیلی عجیبی نیست که انقدر یه سری آرزوهای بد دارن راجع به ما، برای ما. امیدوارم قلبشون رو صاف کنن و مهربون کنن، چون واقعا مهربونی برمیگرده. تو اگر واقعا در حق کسی مهربونی کنید، مثلا قلبت پاک باشه، گرم خوش شد، 10 برابرش بهت برمیگرده. اینو بهتون قول میدم. خب مسئله بعدی اینکه آیا درآمدها قطع بشه شما یوتیوب میرید؟ فعلا که همچین چیزی نیست بچه، درآمد ما 50-60% کم شده و فعلا قطع نشده. ولی بهتون این چیزو بدم که حتی اگر درآمدها هم قطع بشه من از یوتیوب نمیرم. مثل اون 5 سالی که بدون اینکه ریالی در بیارم، 5.5 سالی که بدون ریالی در بیارم فعالیت میکردم، چون علاقه داشتم و دوست داشتم و انرژی من این شکلی تخلیه میشده. حالا الان دارم یه درآمدی هم ازش داشتم، حالا به نظر من ایرادی نداره چون منم نیاز به پول دارم، ولی واقعا اگر درآمدم هم قطع بشه باز فعالیتمو میکنم. چرا؟ چون همین الان 140,000 نفر عشق منو دنبال میکنن، همین که میرم بیرون منو میشناسید، این همه محبت میکنید بهم، این همه عشق میدید، واقعا برام کافیه. و لحاظ اینکه باید درآمد داشته باشم، بله باید درآمد داشته باشم، چون من تمام وقتمو دارم میذارم سر این قضیه. شاید بشه مثلا از تبلیغات هایی که میتونم از طریق یوتیوب بگیرم کارم انجام بدم، دوباره شاید مانورم رو اینستاگرام ببرم بالا، بتونم ازش تبلیغات بگیرم، پولی در بیارم. اوکی ممکنه دیگه مثل قدیم نشه، ولی باز من تلاشمو در مسیری میکنم که دوست دارم و حال میکنم باشو. آره دیگه، خواستم اینو از من داشته باشید که من قرار نیست جایی برم، چون یه سری اومدن ویدیو گذاشتن خدا حافظ یوتیوب، اونها هم دارن دروغ میگن. به خدا اونا درآمدشون مثلا 50% هم کم شده باشه، بیاد برسه به 80% هم کم بشه، باز ادامه میدن، چون دقیقاً همون بستری رو داره که چون کلی آدم میشناسنشون میتونن از تبلیغاتش حتی استفاده کنن. ولی اینکه میان ویدیو میذارن من میرم خداحافظی میکنم، اینا همش برای اینکه شما برید رو ویدیوشون کلیک کنن، باز ویدیو بخورن و باز یه قضیه و داستانی رو شروع کنن. و من اینجا تکذیب میکنم، من حتی اگه درآمدم هم صفر بشه باز ادامه میدم. این از من. فکر میکنم خیلی حرف زدم، نمیخوام دیگه بیشتر از این طولانیش کنم. سعی کردم یه سری مسائلی که بقیه نمیگن و چیزایی که مربوط به خودم بود و شخص من رو توضیح بدم براتون، حتی شفاف سازی از طریق من باشه برای شما، چون خیلی کامنت میذاشتید برام
تو ادامه میدی، تو خدا نرو فلان و اینا. دیشب یه لایوی گذاشتم اما حس کردم خیلی نتونستم این لایو رو ببینم، برای همین این ویدیو بلندم آپلود کردم که بهتر متوجه بشید. و دروغ چرا، دوست داشتم که ویدیو بلند منم لابلای این ویدیو بلند هایی که داره گذاشته میشه دیده بشه. کاملا باهاتون صادقم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید و ویدیو رو نگاه کردید. بوس به کلتون. امیدوارم که همه چی به سمت بهبودی بره و همه چیز درست بشه، چون ما هم زحمت کشیدیم واقعا این همه سال. ولی بازم هر اتفاقی بیفته من هستم کنارتون. دیشب توی لایو جمله‌ای گفتم که خیلی دوست داشتید. من بیخ کلتونم، پس حواستون باشه من در هر صورت بیخ کله شما هستم. بوس به کلتون. خیلی دوستتون دارم. منتظر ویدیوهای خفن توی بخش شورت، حتی تازه دارم ویدیو بلندم استارت میزنم دیگه. باشید منتظر باشید دیگه. بای.